بچه اینم خودم پیاده دارم میرم دره آدمخیل. دره آدمخیل پاکستان، جایی که بهش میگن بزرگترین بازار اسلحه غیر مجاز دنیا. من همیشه دنبال هیجان بودم، هرچی عجیبتر بهتر. یه روز تو سفر پاکستان اسم اینجا رو شنیدم، گفتم خب این همون جاییه که باید برم. از پیشاور راه افتادم، وارد این شهر شدم. حس عجیبی داشتم، انگار وارد یه فیلم اکشن شده بودم، منتها همه چی واقعی بود. صدای تیر رو که شنیدم حتی یه ویدیو از خودم گرفتم، شاید مثل یه وصیت‌نامه باشه. یه پلیس افتاد دنبالم و داد میزد کریزی نرو اینجا، همه دیوونن. ولی من تصمیممو گرفته بودم. تو کوچه‌های شهر همه داشتن با تعجب نگام می‌کردن. منم با یه شلوار نارنجی و کوله پشتی از 20 کیلومتری داد میزدم که من یه غریبه‌ام. ویترین مغازه‌ها پر تفنگ بود، انگار وارد یه دنیای دیگه شده بودم. همه چی عجیب بود. توی این شهر همه مدل اسلحه بود، از کلت گرفته تا سلاح‌های پیشرفته ضد هوایی. رفتم توی مغازه و یارو زارت یه M4 آمریکایی داد دستم. منم خوشحال دوربین رو روشن کردم تا این لحظه رو ثبت کنم. ولی یهو برگشتم و 10 تا پلیس جلوم ظاهر شدن. خب این واسه ما ایرانی‌ها قفله. انگار تو ایران با یه M4 دستت بدی جلو پاسگاه. منطقیه که آب کشت کنن دیگه. پلیسا بهم گفتن اینجا چی کار میکنی گل پسر، اینجا خیلی خطرناکه. خلاصه خیلی محترمانه منو ورودی روستا پیاده کردن و گفتن دیگه اینجا نبریمت. اینجا هر نفر بیشتر از 21 اسلحه داره. حتی اوباما توی یکی از سخنرانیاش اومد گفت اینجا خطرناکترین جای جهانه. این سفر یه چیزی رو به من یاد داد، حتی تو تاریک‌ترین و خطرناکترین جای دنیا هم زندگی جریان داره، به شکلی که کمتر کسی جرأت دیدنشو داره.